یا خدا مردم. آره فرزندم تو مردی. ولی یه لحظه صبر کن. تو نباید اینجا باشی. اینجا چه غلطی میکنی تو با قیافت؟ توی زندگی تو دنیا گمری، توی دنیا گمی، در آینده ملا گمه به مره. چی میگی زبون بسته حیوان؟ بذاری زنگ بزنم سلیمان بیاد ببینم چی میگی حیوان. اوی سولی داره چیکار میکنی؟ ای بابا ازی چه مرگت دوباره من آورده؟ تازه ما یه دلفین پر صورتی زده بودم. نمیذاره استفاده کنیم دیگه. چه حیوانی آورده زبونش نمیفهمی؟ بلم کن تو رو بفرست. ببین زبون بسته چی میگه؟ من هزار تا کار دارم، 1000 تا زبونم آفریده، قربونش برم. بنال مو کجا؟ اینجا کجا؟ بچه مویی را help me سلیمان. توف تو روح تزی. بزنم یه لحظه ببینم این مال کجاه زبونش. این مال کره زمینه، ایران، هرمزگان. یه زبونی همون وره و شاید ناکن. من یه شیفت آلت میگیرم برات، کارت راحت چه فارسی صحبت کنه. ور رفتم. پشما این چی بود دیگه؟ اوی اکی رو منکر کردنه؟ سوال؟ نه اینه که ازی جون خفه شو مردی که حیوان. هنوز تو به مرحله اولوالعزمی نرسیده که من بگی ازی. بذار بفرستم نکی رو منکر بکننه. سوال؟ بابالا بیلی بو. نه جونم ازی. آره این حیوانه رسید. خب بابا این نکیر همه کارش چی؟ جونم دادش. بابا من گفتم این جهنمی نیاز به پرسش نداره، فرستادم بره. چند بار بهت گفتم با این اسنوپ داگ نگرد خراب میشی. ببین وضعت تو نمیتونی راست شی. میری آمادش الان میخوام سوالا رو ازت بپرسم. میشه نپرسی؟ من دیشب مریض بودم، بیمارستان بودم. نکیر میشه کمینو شل کنی؟ من دارم اذیت میشم. سخت نگیر مهدی جون، من خودم کمکت میکنم داداش. خیلی دوست دارم. کی چیز نکیر. خدایا ببین کاراتو باعث گذاشتنه شات. پشما خدا انگلیسی حرف میزنه. خب آقا میتی، سوال اول، پروردگار کیست؟ جواب بده. بذار یکم فکر کنم. الله، خدا، گاد، هم، بودا، زیزس، بابای نکیر. لا اله الا الله. لای نون، لا اله الا الله. لای بربری، لا لای دست، لای پا. هم آتیشت بدم بهتره. خاک تو سرت بکنم احمق. خاک تو سرت بکن با این جواب دادنه. جوابش میشه لا اله الا الله. میریم سوال بعدی. پیغمبرت کیست؟ یه لحظه اولم نکن، بذار من فکر کنم. عیسی، موسی، حسین، حسن، علی، محمد. خاک تو سر بکنن ابله. ببین نه، باید درستشو بگی. درستش. منکر میشه کمک کنی عزیز دل؟ تو رو اول پس. حالا چون دلم برات سوخت، تو نماز هستش. تو نماز میگی هر وقت الله اکبر، سبحان الله، قل اعوذ برب الناس. درسته دیگه؟ هی این مرا نگاه.
خاک دو عالم بر سر، یعنی آتیش جهنم فرو بره داخل انشاءالله. قل اعوذ برب الناس پیغمبرته مغزلی مغز خراب اولا. خدا ببین خلقت تو، ببین نه ببین درستش میشه اشهد ان محمد رسول الله. ای بابا به خدا تو چه زبونم بود داشتم میگفتم. میشه حداقل 25 صدام بدی. چرت و پرت نگو، چرت و پرت نگو با این قیافت زمخت حیوان. برین سوال بعدی. تو چه کسی رو پیشوا، الگو و امام خود قرار داده ای؟ ها؟ میشه اینی که الان گفتی ترجمه کنی من بدونم دقیقا باید چی بگم؟ هیچ چیشو نفهمیدم. ابله داره میگه الگوی زندگیت کی بوده؟ الگوت بگو. الگو بابا این که آسونه معلومه دیگه. کریستیانو رونالدو سو زهر ما. من اصلا مسی فنم. اولا دارم پرسم امامت کیه؟ تو با بگی امیرالمومنین. کردم تو آتیش، فرو کردن آتیش رو داخلت دهنت، میفهمی؟ ابله. میریم سوال بعدی. خیلی آسونه. اینو جواب ندی یکم مجازاتاتو همینجا به طور فیزیکی نشون میدم. دینت چیه؟ احمد. فکر کنم اسلام. آفرین. توقع نداشتم به جواب بدی. اصلا به سیست نمیخوره. طبل شادانه بکن پیروز و مردانه. کتاب تو چیست؟ کتاب؟ من زیاد کتاب نمیخونم ولی هری پاتر حاجی، هری پاتر اصلا یه چیزی دیگه است. خاطر داره کتاب مقدس تو میگه هری پاتر. آها کتاب مقدس؟ قرآن. اگه اینو جواب نمیدادی اونم تو ایران به دنیا اومدی همینجا یه دور دیگه خودم میکشتمه. احمق. بر طبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن. میریم سوال بعدی. عمرت را در چه راهی گذرانده؟ عمرمو در چه راهی گذراندم؟ میکره داداشم میخورم سلامتی اکسم نکسم اکسم. یه 7-10 نمره منفی بده. نمیخواد اصلا بازش کنیم این جریانو. هم برا من بهتره هم برا شما. اوه بلش کن. یه 7-10 تا نمره منفی بدم. نه بریم بعدی. اموالت را در چه راهی دادی؟ اموالم یعنی پولم. اینم یه 7-10 نمره منفی بده. بگذاریم. من ریدم توی خلقت. میریم سوال بعدی. دوستا چه کسایی بودن؟ دوستان کیا بودن؟ جان داداش جان با منی؟ جان منم باشم تو رو خلا. بلش منفی بده. خاک تو سرت بکنه با انتخاب رفیقه. بریم سوال بعدی. در روز چند رکعت نماز میخونم؟ به قول آقای اکبر عبدی هرچی بیشتر بخونی ثوابش بیشتره. 70 رکعت، 80، 90، 100 میخوندم. من دیگه میشستم پاش تا تش میرفتم. اولا که ما ویار داریم، تو اصلا در کل نماز نخوندی احمد. دوما جوابتم غلط. سوال زیاد هستش ولی عباس که تو هیچی بلد نیستی اصلا نیازی نیست بپرسم. اینو گم شید ببره جهنم. تو رو خدا من ببره. تو رو خدا. من که از همون اول گفتم داداشی اصلا بهشتی نی. تو قبول نکردی. میشه یه زنگ بزنی از جهنم به اسنوب داگی بفرستن؟ یه کار ریز باش دارم ستون. عشق من